این نامه را از بلخ می نویسم، از سرزمین مولانا، از خانه کسی که شعر معروفش پیام ارزش‌های بشریت را به بار آورد. بیا تا قدر همدیگر بدانیم. این نامه واپسین من است. من امروز شهید می شوم. برادران خشمگین ما تصمیم گرفتند تا ما را بکشند. نگران مباش، من تنها نیستم. ما بیشتر از 55 سرباز هستیم که سلاخی می شویم. آخر ما باید دین برادری بزرگان خود را بپردازیم. راستی به مادرم چیز نگویی، فقط بگو فرزندت مسافر شده، مسافر راه سرگردان و تا برگشتنش زنده نخواهی بود. فراموش نکنی که آخرین بوسه را از میان گیسوان خاکستری پیشانیت برداری. به کودکانم بگو پدر را کسانی کشتن که نه دشمن بودن و نه دوست، برادر بودن. از این رو مرگ پدر مرگ یک دیوانه است، یک مرگ احمقانه. دیوانه هایی که معنی زندگی را ربودن، یک بار همه چیز را به هم زدن، به هر کسی که نفس می کشید شلیک کردن. آنها سینه پدر را شکافتند. ای کاش در سنگر شهید می شدم، ای کاش درفش میهن را در دست می داشتم و خونم باغچه باغ ما را آبیاری می کرد و درختان سیب باغچه ما شکوفه می کردن و رنگین می شدن و هر باری که بچه های ما بر درخت بالا می شدن رگهای خونین درخت را می دیدن و مرا در آغوش می کشیدن. عزیزم، من هیچگاه قدر محبت تو را ندانستم. همسری که لباسهای چرکینم را از سنگر شستی و خانگک گلیم را روفتی. نمیدانم چقدر دلم برایت تنگ شده. امروز چشمانت همه آسمان بلخ را پر کرده. میخواهم قبل از رفتنم تا دلم میخواهد ببوسمت و چشمانت نگاه کنم. مرا ببخش برای تنها ماندنت. مرا ببخش که هیچگاهی نگفتمت دوستت دارم. ای کاش امروز با خاطر آرام میرفتم. نمیدانم چه بلایی بر سر شما خواهد آمد. ای کاش پدر زنده می بود. پس از مرگم به خانه فرمانده برو. خانم مهربانی دارد. لباسهایشان را شست و شو کن. جنرالان تنخواه خوبی دارند. چاره‌ات می شود. خودت را معرفی کن و بگو همسر شهید بلخ هستی، همسر شهید مولا علی. شاید کمک کنه. راستی هرگاه آرامگاهم را پیدا کردی با لباسهای سبزت بیا. رنگ سبز با چشمان سیاهت دنیای عاشقانه من است. دوست دارد شهید بلخ.